السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه و توفیق بندگی عطا بفرماید. اکثریت مردم سوال میکنن چی از تاجیکستان باشه، چی از ازبکستان باشه، چی از دیگه شهرها باشن، یعنی از شهرهای روسیه و غیره ها، سوال میکنن، زنگ میزنن، سوال میکنن یعنی پیش فلانی قاری بردیم، فلانی داملو بردیم، یعنی دعا خوندن بیمارمان معالجه نیفت، یعنی شفا نیفت. البته که شفای جانبی الله های، ما هر بیماری داریم، هر معالجه داریم، هر آن چیزی که باشه یعنی ما از جانبی الله باید شفا را طلب کنیم. اکثریت مردمی که یعنی به همین بیمار گرفتار هستن اونها اهل نماز نیستن. بعضیش الحمدلله که اهل نماز هستن، یعنی وقتی که اهل تقوا هستن، وقتی که 10 دقیقه 15 دقیقه میخونی جینش میبره الحمدلله. بعضیش که اهل بی نماز هستن، بی توفیق هستن، میخونه جینش دیگه میدرای، میگه که از سبب بی نمازیش، از سببی که حرامکاری که زیاد که میکنه، از همون سبب داخل این شدگی هستیم. یعنی سحر، هر آن چیزی که باشه، سحر و جادو باشه، که اگر که ما و شما تکیه به الله بکنیم، از اللهی که ما و شما را خلق کرده است از او طلب کنیم، الله شفا میده. چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که نماز صبح را خواند او در ذمه خداونده. هر وقتی که نماز بامداد را خواندین فرضه، یعنی چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماد من صلی صلاه الصبح و فی ذمه الله، هر کسی که نماز بامداد را خواند او در ذمه خداوند است، خدا او را به عهده میگیره که یگان چی برای او ضرر رسانده نمیتونه. هر وقت که نماز فرض که سلام دادین از جاتون یعنی نجم بگین که 10 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، باذن الله تعالی یگان چی برای شما ضرر رسانده نمیتونه. و چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک حدیث فرمودن که رکعتان صلاه الفجر خیر من الدنیا و ما فيها، در رکعت یعنی سنت نماز بامداد از دنیا و هر اون چیزی که در دنیا هست از او بهتر است. با اون خاطر یعنی عبادت الله، ذکر یاد خداوند در جای یکم بمانین و انشاءالله که کامیاب میشوین. و بسیاری مردم وقتی که پیش قاری ها میبرن میگه معالجه نیافتیم. یعنی اکثریت ما مردم ما فکر میکنن که وقتی پیش قاریش میبری همو خیال میکنن که همو انسان یا که ابیض نه یا اینکه از ما قرض داره، میان یک خیل رفتار میکنن، یک خیل گفتار میگن، خیل گپ میزنن که والله که نمیخواد یا روی همون انسان رو ببینی، میاد تو سرم خیل که بخی مرا بخون، یا که بخی من بیمار دارم بخی بریم جا بخونش. بعض از زنگ نه سلام نه علی جین خونش دی یا بیمار او زنگ او نمرش میدونن برای زنگش بزنی که برای بخونش. سبحان الله. اگر هوز یک حافظ باشه یا اینکه لوبای کس باشه، مثلا پیش ما هم حافظا میان بیتسون میان رپریستون به هم الحمدلله که یک هستیم. و در پیش وقتی حافظا را زنگ میزنم میگه که معرکه دارم، هم معرکه من چخیله، میگه که 45,000 بته، میگه میرم یک ساعت میخونم، یعنی 45,000 برای یک ساعت طلب میکنن. وقتی که نزد ما میان گفتی که پای خوندن نافد میروه، میگه که رحمتی که الان بعضی رحمت هم نمیگن، میخورن در مشفال میرون. یعنی الحمدلله که یعنی ما محتاج و نیاز برای این نیستیم. ما برای آن میگیم که یعنی هر یک انسان سلامتی خودش در دست خودشه، یعنی از طاعت عبادت الله دور نشون، از ذکر یاد عبادت الله دور نشون. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آیا دلهای شما آرام نمیگیرن به ذکر یاد عبادت الله؟ البته وقتی ما و شما اگر عبادت الله خوب کنیم انشاءالله که دلهای ما و شما آرام میگیرن. و بسیاری مردم یعنی چی میکنن؟ سوالشون همینه که خیال میکنیم، تصور میکنیم در نزد ما کسی هست، یا پشتیم خیال میگیم کدام مایز است. والله بالله تعالی قسم میخورم که او فکر شما میکنین او فکر در همه انسان قریب هسته، در من خودم هسته. بگیم از شهر مسکو تا پیرما 1,500 کیلومتر، هم 1,500 کیلومتر رفتم، در پشتم فقط همو الله اعلم نمیدونم جیم بود شیطان بود چه بود که فقط هم یک همه کلیونکار میگفت شرق تا همینجا را. بعض حالتا میشه که سرما دسمول میکنه، والله حس میکنم که خیلی میکنه سرما، نه که الحمدلله توکل من به الله میکنم. بعض وقت اشام خیلی بدور میکنن، یعنی همه چی میگیم الحمدلله. الله چی میگه؟ و ما یتوکل علی الله فهو حسبه، هر انسانی که توکل شه به الله بکنه برای بسنده های. و دیگر بعضی میگن که از قرض و قواله بیرون نمیشم. الله چی میگه؟ و ما یتقی الله یجعل له مخرجا، هر انسانی که تقوا کنه، پرهیز بکنه، الله او را ای تمامی مشکل ها میبره.
و انشالله الله فرموده است که والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. هر کسی که ایمان آورد و عمل صالح کرد و ضد از که اونها وارد جنت میشن با همراه صالحیان. صالحیان کیا هستن؟ پیغمبرها هستن، اولیاء الله هستن، دوستان خدا هستن. با همراه اونها یعنی وارد جنت میشن. خوش به حال انسانی که همیشه با طاعت عبادت الله، با ذکر یاد عبادت الله. چون که حسن البصری رحمت الله علیه فرمودند که تفقدوا الحلاوه فی ثلاثه الاشیاء. شما جستجو کنین میگن لذت و حیات و شیرینی زندگی را در سه چیز. یکمش چیز ان الصلاه، یعنی نماز. ما وقتی که نماز میخونیم یعنی چون که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ان تعبد الله کانک تراه فإن لكم تراه فإنه يراك. یعنی چون عبادت بکن الله را که همچون که الله را میبینی و اگر که الله را ندیدی و درستی که یقین است که الله تو را میبینه. خب یعنی ما باید در نماز باید لذت ببریم. یعنی الحمدلله رب العالمین، نه تنه که الحمدلله رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین ولا الضالین آمین. خلنی آرام الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. المهم که یعنی نماز با خشوع و با خدا بخونیم. یکم باید ما و شما یعنی در نماز لذت را ببینیم. دیمش چیه؟ ذکر. باید ما و شما در ذکر باید لذت ببریم. چون که الله سبحانه و تعالی فرمودند که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا دلهای شما آرام نمیگیرن؟ با ذکر یاد عبادت الله، با ذکر. الحمدلله باید ما و شما بسیار ذکر و طاعت عبادت الله را بکنیم. و سیمش و فی تلاوت القرآن، یعنی در تلاوت قرآن انسان چو کنه باید لذت ببره. یعنی تلاوت قرآن بسیار یعنی نیکی های خوب داره. یکی از اونهایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لاصحابه. قرآن را بخوانین، قرآن را تلاوت بکنین، بدرسی که این قرآن روز قیامت شفاعتگر می باشد برای صاحبش، برای همون شخصی که او را یعنی تلاوت کرده است. به ام خاطر انشاءالله اگر در این سه چیز حسن البصری رحمت الله علیه فرمودند که در این سه چیز اگر شما پیدا نکنین لذت را، یعنی لذت و شیرین در این سه چیز پیدا نکردین، بدرستی که یعنی از جانب الله باب رحمت یعنی محکم شدگی. وای به حال شخصی که یعنی وقتی که این کار را میکنه و لذت شیرین را نمیفهمه. یعنی به اون خاطر دوستان عزیز و برادران عزیز، اکثریت ما و شما یعنی قرآن خوندن نمیتونیم. باید کوشش تلاش کنیم. چون که کوشش میکنیم رانندگی را یاد بگیریم، کوشش میکنیم استرویکر را، کوشش میکنیم که یعنی ویدیو مونتاژ و دیگه کارها را کوشش میکنیم تلاش میکنیم یاد بگیریم و همچنین حرکت کنیم، کوشش کنیم یاد بگیریم، خودمان یاد بگیریم و فرزندهای خود را خود تعلیم بدهیم. قرجان سوال میجا برادری که خودت میره شهرهای دیگه مقصد میبرن یا که با کار خودت میره بسیار رقمات تلفن تا میپرسم و میگیم اجازه نداریم که در حالت خوندن و یا غمت اجازه نداریم و میگن که خطر رکلام میکنید شما چوی خودش که نمروش نمیتید در حالت باید ما چی بگیم این مردم؟ ما در اینستاگرام بنویسن وقتی بیکار شدم جوابشون میتونم. اینستاگرام هست الحمدلله جواب دادم میتونم. برای بسیاری وقت تلفن ما بگیم 99% بزوکه، حتی بگیم پدر مادر ما زنگ میزنن بزوکه. وقتی بیکار شدم بعد پریزمانیش میکنم. بعد رقمو بگیم پس یعنی عالش میکنم. یعنی اینستاگرام هست انشالله میتونین که در اینستاگرام قالی صالح بنویسین و پیدا کردن میتونین. در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.